داستان مرد میان سال که گیر 2 دختر جوان میفته و به اجبار باهاشون یه حال اساسی میکنه و یه تریسام مشتی میزنن. این فیلم طبق روال همیشه پر از صحنه است و خیلی فانه، پس مطمئن باشین که اصلا از دیدنش خسته نمیشین. پس حتما تا انتها با من همراه باشین. سلام، به سیا مووی خوش اومدین. خیلی خوب، بریم سراغ معرفی و خلاصه این فیلم. این مرد که میبینید اسمش ایوانه، تقریبا میشه گفت شخصیت اصلی داستان ماست. توی صحنه اول میبینیم که با یه زنی مشغوله. خب کیه؟ زنشه. به مناسبت روز پدر با زنش رو کاره و اینجوری داره کادو میگیره که یهو از شانس بعد بچه‌های مارتولش میان و گند میزنن به برنامه‌شون. خلاصه هر طور شده بابا میفرستتشون دنبال نخود سیاه تا بره سراغ ادامه ماجرا، اما از شانس بعد زنش میگه که دیگه دیر عزیزم، کار دارم، و این بیچاره رو نسخ میذاره و میره. زنش تو کار مجسمه سازیه و خیلی هنرمنده. اون قراره برای کارش به یه سفر بره و بچه ها رو هم با خودش میبره و یه چند روزی نیستش و قصه ما از همینجا شروع میشه. پس اگر که هنوز این ویدیو رو لایکش نکردی، همین الان لایکش کن که یه حمایت خیلی بزرگیه. وقتی که ایوان تنهاست یهو در میزنن. اون میره که در رو باز کنه. وقتی که در رو باز میکنه با این 2 ناناز به اسم بل و جنسیس روبرو میشه. اونا مثل موش آب کشیده شدن، جنگ زیر بارون مونده بودن. وقتی که ایوان بهشون میگه که چیه، چه خبر شده، شما دیگه کی هستین، اونا میگن که ما میخواستیم بریم به یه مهمونی و صفا کنیم، اما خب متاسفانه شارژ گوشیامون تموم شد و الانم اینجا گیر کردیم. ایوانم که مهربون و انسان دوسته دعوتشون میکنه داخل، حسابی شارژشون میکنه و بهشون حوله میده و حتی میخواد براشون تاکسی بگیره. اما یکم که میگذره میبینه که اونا خیلی جا خوش کردن و اصلا انگار نمیخوان برن. خیلی راحت و خودمونی شدن و حتی شروع کردن به لاس زدن و شوخی کردن با ایوان که وای تو خیلی جذابی، خیلی معرکه‌ای، خفنی و واقعا چطور با این اوضاع تا به حال به زنت خیانت نکردی. ایوانم که احساس خطر میکنه خیلی جدی و سرسنگین بهشون میگه که باشید جمع کنید بند و بساطتون رو از اینجا برین. من عاشق زنم و به هیچ کس به غیر از اون حتی نگاه هم نمی کنم. یکم که میگذره اونا بیشتر گپ میزنن و از خودشون میگن، مثل اینکه ما مهماندار هواپیماییم، اما فایده ای نداره چون که اون مرد وا نمیده. دقیقا همون لحظه که اینا میان لب و لوله کنن یهو تاکسی میرسه. پس ایوانم لباسای اینا رو بهشون میده و میگه که بپوشید برید، که یهو این 2 وزه جلوی چشمش ظاهر میشن و شروع میکنن باهاش ور برن که دیگه اونم نمیتونه مقاومت کنه. مگه آخه یه مرد دیگه چقدر میتونه مقاومت داشته باشه؟ یعنی بهترین مردهای جهانم بازی مقدارشون کار کنی وامیدن. خلاصه میگیره اساسی ترتیب اینا رو میده. آره همون بود که اولش میگفت نمیخوام و نمیتونم و نمیکنم و پاشید برید و نمیتونم و اینا، اما خب یهو دیگه نظرش عوض شد. بماچ به خودشون مربوطه. فرداش پا میشه میبینه که ای دل غافل، چرا خونه این وضع، انگار بمب خورده وسطش، اینقدر شلوغ و به هم ریخته است. بعدم به دخترها برمیخوره که خونه زیر دست و پاشونه و واسه خودشون حسابی دارن میچرخن و میریزن و میپاشن. دیگه این صحنه ها رو که میبینه خیلی رد میده. بعد داد و بیداد راه میندازه و میگه که گورتون رو گم کنید و برید و میگه پلیس خبر میکنم. اونا هم خیلی ریلکس و پررو برمیگردن میگن که خب بکن، اگه میتونی بکن. اسکلاخه تو الان بخوای پلیس خبر کنی با خودت گیره، تویی که با این سن و سالت 2 بچه رو داری ترتیبشون رو میدی. اونم خایه میکنه و حسابی میترسه و میگه باشه کاری نمیکنم، الانم هر چقدر پول بخواید بهتون میدم، فقط دیگه باشید برید. اونا این سری دیگه وحشی تر میشن و دیگه این سری کار بالا میگیره و با هم درگیر میشن و ایوان ضربه میخوره. مدتی بعد یکی از همکارای زنش و دوستشون میاد بابت یکی از مجسمه ها
که اینم هول میشه و دست پاچه میشه و میگه که اینا خواهرزاده هامان. اما یارو که گوشاش مخملی نیست که شک میکنه و متوجه میشه که یک کاسه ای زیر نیم کاسه است. اون دخترها هم که لجباز با مجسمه ها برمیرن و همین باعث عصبانیت اون یارو میشه و بالاخره با اونم درگیر میشن و اون سرش ضربه میخوره و جا در جا فوت میکنه. طفلی. دخترها هم فوراً با یه حالت بیه ورم شروع میکنن دست به کار میشن و با وسایل مجسمه سازی مومیاییش میکنن. بعدم با گوشتی ایوان به لوئیس زنش پیام میدن که اونو مقصر جلوه بدن. بعدش هم کاملا لخت میرن توی حموم و یه سری حرفا میزنن و دلبری و لوندی و عشق خرکی طبق معمول. اینقدرم وزن که اینو به زور دفنش میکنن. فکر کن و مجبورش میکنن که یه سری کارو بکنه. مثلا بهش میگن که همه چی رو باید به همسرت بگی درباره رابطت. اونم کوتاه میاد و میگه که حله، اما تا گوشی رو بهش میدن که حرف بزنه اون شروع میکنه داد و بیداد کردن. اونم بهش میگن که ساده ای، واقعا فکر کردی که ما شماره اون رو گرفتیم، ما میدونستیم که تو برنامه چیه و میخوای داد و بیداد کنی. بعدم دیگه یه چیزی بهش میگن که دیگه هیچ پشمی براش نمیمونه. ظاهراً اینا کارشون اینه که مردا رو خفت میکنن و به زور بهشون نزدیک میشن و از رابطهشون فیلم میگیرن و بعدش هم آپلودش میکنن تو سوشال مدیا و واقعا نمیدونم که این چه مرضیه که دارن. زنش که بعد از چند روز میرسه خیلی تعجب میکنه از شلوغی و به هم ریختگی خونه و بدون که هیچ اتفاق خاصی بیفته یه پایان بسیار شخمی داره فیلم و همینجا فیلم تموم میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم که تا انتها با من همراه بودین. اگر که فیلم باز هستین پس حتما همین الان چنل ما رو سابسکرایب کنید. برای تماشای فیلم ها میتونید به چنل تلگرامی یا مووی مراجعه کنید و یادتون نره که حتما ویدیوها رو که میبینید لایک کنید و نظراتتون رو بگید. تا درودی دیگر، بدرود.